پرونده سید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان و رهبر پیشین حزب دموکرات که با اتهام وزن غصب حاکمیت حبس شده است، با موج بازداشت‌های ده‌ها تن از شخصیت‌های شناخته و بازداشت چند تن آنها طوری به نظر می‌رسد به یکی از پرسر و صداترین پرونده‌های سیاسی سال‌های اخیر در کشور تبدیل می‌شود. در دایره‌های ژورنالیستی و کارشناسی با اشاره به سن و سال افرادی که در چارچوب این پرونده بازجویی یا بازداشت شدند، این قضیه را حتی عصیان موسفیدان یا عصیان نفقه‌خواران نام میبرند. در حقیقت سن اکثر متهمان و گمان برشوندگان در این پرونده حداقل از 60 بالا و برخی از حتی الکی که یا از سن 70 گذشتند. عمومیت دیگر آنها اکثرا از نوعی فرخور بودنشان است. برای مثال قهرمان اساسی در این پرونده سید جعفر عثمانزاده زاده نوعی فرخور و 63 سال دارد. وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان ابراخان ظریفی که نیز روز 12 میلیون در یک روز با عثمانزاده دستگیر شد 75 سال دارد و نیز از فرخور است. ژورنالیست احمدشاه کاملزاده و سابق اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تاجیکستان و رئیس شورای عالی اکبرشاه اسکندروف از فرخور نیستند، ولی سن هر دو الکی از 70 گذشته است. کاملزاده 18 دکمبر سال 1952 در دهه یخچ نویه کمسمال‌آباد حال و نورآباد و اکبرشاه اسکندروف 1 آگوست سال 1951 در دهه کیوران نویه قلعه خمیو درواز به دنیا آمده است. این افراد الکی به سن رسیده بودند که از همه منصب‌های پست و بلند دولتی کنار رفته به نفقه برآمده و می بایست در حلقه فرزندان و نبیرگان دوران پیری برانند. همین پهلوی موضوع بسیاری ها را در واقع عزم تبادلات و غصب حاکمیت داشتن این شخصیت ها مشکوک می کند، خصوصا در مورد نفران چون ظریفی و اسکندروف که تمام طول راه زندگی آنها بیانگر صفت‌های کاملا برعکس آنها است. هم ظریفی و هم اسکندروف شخصان خیلی با توازن، فروتن و بدون امبیسیه و غرض‌های سیاسی به نظر می رسیدند و طور یاد داریم سال 1992 اسکندروف حتی خواست گروه‌های مسلح مستقر در پایتخت پیشنهاد در قصر ارباب برگزار کردن اجلاس‌های 16 شورای عالی را پذیرفت و در آن اجلاسیه کرسی رهبری اول جمهوری را بدون یگان مخالفت به امام علی رحمان سپرده بود. مقامات در این پرونده بجز از خود سید جعفر عثمانزاده تا کنون بازداشت و به چه متهم شدن یگان نفر دیگر از آنهایی را که آوازه حبس شدنشان در همه جا میچرخد شرح ندادند. دادستان کل تاجیکستان یوسف رحمان روز 12 میلیون وقتی از وکیلان مجلس نمایندگان بیکار کردن دخل ناپذیری وکیلی عثمانزاده و اجازت حبس او را درخواست کرد، گفته بود که به زودی به ضد عثمانزاده و دیگران با اتهام غصب حاکمیت پرونده جنایتی گشودند. او شرح نداد که و دیگران که هویند. اتهام ضد عثمانزاده نیز رسما نشر شدند که بر اساس آنها گویا هنوز سال 2021 نقشه غصب حکومت را با نماینده مخالفین شرف‌الدین گدایف مصلحت کرده و از او وعده گرفته است که در این کار رهبر مخالفین محیدین کبیری با پول و ارسال بیش از 3000 جنگجوی جماعت انصارالله کمکش خواهد کرد. کبیری و گدایف این را رد میکنند. اتهام دیگر ضد او تشکیل گروه‌ها برای عملی ساختن نقشه غصب حکومت در داخل جمهوری و اخیراً از نماینده یک کشور خارجی درخواست کردن 10 میلیون دلار از جانب عثمانزاده گویا برای انجام تبادلات است. یوسف رحمان نام آن کشور خارجی را نام نبرد، ولی شرف‌الدین گدایف ادعا دارد که سخن درباره یک گنرال از نیروهای امنیتی روسیه می رود که گویا در پی حمله کروکوس در پایان ماه مارت با سفر مخفی به تاجیکستان آمده با چند نفر صحبت‌های محرمانه انجام داده است و مقامات از این خبر یافته حالا همه آنهایی را که در صحبت آن گنرال نشسته بودند بازجویی کرده ایستادند. تفتیش این ادعا توسط منابع دیگر امکان ندارد. مخالفین و همین طور بسیاری از ناظران امور بر اینند که روسیه قصد انجام تبادلات در تاجیکستان را داشته باشد باور نمی‌کنند. یک همصحبت بامداد گفت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با همتای تاجیکش امام علی رحمان یگان اختلاف نظر خیلی جدی ندارند که برای برانداختن او از قدرت عزم کند، آن هم در حالی که پوتین بعد جنگ اوکراین خود در یک حالت انزوای بین المللی قرار گرفته هر یک متحد انگشت شماری در گردش باقی مانده را باید مثل گورک چشم احتیاط کند. فرضیه دیگر مربوط به رقابت بین گروه‌های مختلف در دایره‌های حکومت تاجیکستان و کوشش کوتاه‌تر کردن دست کلان فرخور است که بر سر خود یک موضوع علیحده است. اما خاموشی
طول کشیده مقامات تاجیکستان در گرد پرسر و صداترین پرونده سالهای اخیر طبیعی است که با آتش اوازه‌ها و حدس و گمان‌ها در اطراف پرونده غصب حکومت روغن بیشتر می‌ریزد و باعث به وجود آمدن اوازه‌ها و فرضیه و گمان‌های نو به نو در اطراف این قضیه می‌شود.